سه مورد مهمی که باعث موفق شدن کسب و کار میشه، اگر تصمیم جدی دارین در زندگیتان یک کسب و کار موفق داشته باشین، از این سه مورد استفاده کنین. مورد اول شجاعت اقدام است. ما باید شجاع باشیم، اقدام کنیم تا در کسب و کار موفق شویم. اکثریت اقدام نمیتوانند. اگر اقدام نکنیم ضررش بیشتر از اقدام کردن است. چون اگر اقدام کنیم دو مورد است، یا یک کسب و کار موفق میسازیم یا شکست میخوریم. اگر موفق شدیم نوش جان ما، اگر شکست خوردیم تجربه است، بار بعدی عالی تر پیش میریم. اما اگر اقدام نکنیم جا به جا باقی میمانیم و هرگز به کسب و کار موفق نمیرسیم. مورد دوم استقامت است. حالا که اقدام کردیم باید استقامت داشته باشیم. بسیارها شروع میکنن اما یک کار نیمه رها میکنن. ما باید با استقامت پیش بریم. مورد سوم یاد گرفتن مهارت آن کسب کار است. بسیار از افراد اقدام میکنن، بسیار از افراد تلاش میکنن، استقامت دارن، هر روز زحمت میکشن، جان میکنن، مگر باز موفق نمیشن به دلیل که مهارت آن کسب کار ندارن. و اگر در آن بخش عالی هستند مهارت تبلیغات ندارند، مهارت فروش بلد نیستند، مهارت نگهداری مشتری بلد نیستند، مهارت این را بلد نیستند که چگونه کسب کار موفق بسازند. پس اینها هیچگاه موفق نمیشه. پس اگر میخواهیم یک کسب کار موفق داشته باشیم، اول اقدام کنیم، دوم استقامت داشته باشیم، سوم باید مهارتش یاد بگیریم تا بتانیم صاحب یک کسب کار موفق شویم. پس دوستای خوبم، به نظر شما از این سه مورد در مسیر کسب کار موفق کدامش با اهمیت تر است؟ در کامنت بنویسین و منتظر ویدیوهای جذاب بعدی دیگر باشید. الله نگهدارتان و سلام.